عجب بامداد فرح بخشی هستش در شهر دوشنبه. 3 روز بارون اومد، 3 روز اینجا بارون بود، اصلا شده بود زمستون، ولی الان شده دوباره تابستون. داریم میریم به سوی آرامگاه رودکی، شاعر فارسیگویی که میگم پدر شعر فارسی بوده. به قول تاجیک ها راه سفید است و از مسیری میخوایم بگذریم که اسکندر مقدونی گذشت. البته بعد از اینکه تخت جمشید آتش زد اومد به اینجا از کوه کمر گذشت، گفت به به چه زیباست از دریاچه ها کوه ها، و بعد در اینجا جان باخت، شاید هم دل باخت. آبن رودکی. داریم میریم به سوی کوه، از اون کوه هم میگذاریم، چند ساعت دوراییم. بعدا در این راه ما باید به موسیقی اصیل، موسیقی سنتی، موسیقی که رویای روحی رودکی باشه گوش بدیم و در ماشین دلفین رو گوش بدیم. آچم آخر کردی تو رازی، آچم کی رازی باشم من رازی، عاشقی بچه‌ای در بازی، چی بگم بچه‌ای در بازی، آچم آخر کردی تو رازی، آچم کی رازی باشم من رازی، عاشقی بچه‌ای در بازی، بچه‌ای در بازی. این تونل استقلال اسمش، داخل کوه ها هستش در منطقه ورزاب سر راه ماست. 8 کیلومتر تونل. فقط فکر کنم وقتی ساخته نمیشه، وقتی که جاده هم آسفالت کنه. 8 کیلومتر تو دل کوه، حتی رادیان دیگه نمیگیره. کوه انزاب و این تونل استقلال هستش. یکی گفتی جم بیا ورزیدم، خیال دلش خیالی شدم، عاشقی با مشیدم فهمیدم، سیاه چشمک دیدم شخشیدم، یکی گفتی جم بیا ورزیدم، خیال دلش خیالی شدم، عاشقی با پیچ و خم این کوه ما چقدر گذشتیم، از تونل ها گذشتیم تا به اینجا رسیدیم. برف ها هم که سر راه دیدیم. اینجا همینجور آب و هوا تغییر میکنه، حتی گوش آدم میگیره، بعضی وقتا باز میشه. سر راه گله به گله ما بعد پرداخت میکردیم برای جاده که این جاده ها رو آسفالت کردن، بعد کرایه راه بدن و حالا در میان راه هستیم، چیزی نمونده به پنجکند برسیم و آرامگاه رودکی. فقط اینو بگم که این منظرهایی که می‌بینیم منظرهایی بودی که اسکندر مقدونی و لشکرش زمانی که از این مناطق میگذشتن که بیشتر کشورگشایی کنن دیده بودن، از این برف ها گذشتن. غذای لشکریانش میگن عسل هم بوده و در این مناطق عسل خیلی زیاد و خیلی هم خوشمزه است. وقتی که از این کوه ها میگذرن به جایی میرسن که الان اسمش گذاشتن اسکندر کول، و کول یعنی دریاچه، و اسکندر در زیبایی اینجا محو میشه و ما هم خوشبختانه فیلمشو داریم. شما میتونید ببینید چقدر این دریاچه و کوههای اسکندر کول زیباست. اسکندر مقدونی به هر کشوری که لشکر کشید جزو افسانه‌های مردم اون منطقه شد. برای اینکه رفع ابهام کنیم جداگانه از تاریخدان و زبانشناس تاجیک جناب سیم‌الدین خداداد درباره تاریخ ثبت شده از اسکندر در 2300 اندی سال پیش در این سرزمین کوهستانی پرسیدم، نه اونچه که بین مردم شایعه.
میگن در اینجا مرد یا عاشق شد. این افسانه‌اش چیه؟ افسانه از زیاد. تاریخ نویسان اسکندر همراه اسکندر می آمدن و همیشه غالبیت را نصیب اسکندر می کردن. اصلا این ورا آمده بوده اسکندر؟ بلی، تا به استراوشن، خوجند اینجاها آمده بود. مردم سغد را خیلی مشکلات داشت در و اینجا میمیره؟ نه، اسکندر اینجا نمیمیره. اسکندر پس میگرده دولت یونان و باختری را تأسیس میده در مرکز بلخ. بعد با پس میروه به ایران، از ایران میروه به عراق امروزه. مطابق اون نوشته تاریخ نویسان یونان او در همون قسمت میمیرد، اما مکانی دفنش معلوم نیست. من گفتم حتما وایسیم که شما این رودخانه رو ببینیم. این چقدر این رنگش زیباست، از آسمان هم خوش رنگتر، رنگ تمام فیروزه‌ای و سبزه. سر راهمون دهکده‌های کوچیک هست با سرهای بسیار زیبای سبز و کلبه‌ها و خونه‌های درست حسابی. یعنی که سری کلبه‌های خیلی باستانی اینجا می‌بینم که سنگچین داره. ما در مسیر این رودخانه میریم به طرف رودکی که احتمالاً اسمش از همین رود میاد. ما در مسیرش میریم به طرف آرامگاه. ما در این راه از ارتفاعات زمستانی رسیدیم به پاییز، بعد یه خورده بهار شد هوا، بعد دوباره زمستان شد تابستان. مثل منطقه تابستانی کوه‌ها. این چقدر زیباست منظره. اینا دولانه است؟ دولانه؟ زالزلک ما میگیم. چنده؟ 3 سامان؟ عجب زالزلک هایی. خیلی ممنون شد. 2 تا پس. فرماله ها چنده؟ 3 سامان. خوشبختانه دوست ندارم. اینا چیه؟ اینا کشک قرود. چنده اینا؟ 3 سامان. 2 تا هم از اینا. 3 دانه 2 سامان. 3 دانه 2 سامان بهتر. 3 دانه 2 سامان. چند شد پس؟ 5 تا. 5 تا. آره این این 3 سامانه. این 3 سامان. 3 و 3 6 و 2 8. 3 تا ترسون زاده مال شما. شما دو کشتی 3 تا بگه ترسون. فرود. این هم گیاهای کوهی اینجاست دیگه. این چیه؟ کاکوتی. آه چه جالب. اینا استخدوس ما میگیم. چی؟ چای کاکا. چای کاکا. این هم هست. این چیه؟ مخلف. مخلص؟ گوازدیکا مخلص. به چه درد میخوره؟ کسلی قند داولین. کسلی فشار خون. فشار خون. این هم بابونه است. این بابونه. چای درست میکنن. چای برای واسپلینی، بعد چبلش بسیار پاریتسا، وانیچکا. چی؟ فارسیش چی میشه؟ فارسی؟ وانیچکا یعنی برای چه کاری خوبه؟ برای چه؟ واسپلینی. خنوکی. برای خنوکی. من برای روسی یاد بگیرم به زودی. و این چیه؟ زویرابور. زویرابور، چای کاکی زویرابور. که چیکار میکنه؟ چای برای رودای خنوکی. رودای خنوکی. ما رودامون خراب شده. بخیر. شور نباشه خیلی ها. نه شور کشیدار بینه. به ما عاشق کشکم. مرسی. خیلی ممنون. ما بریم.
روی تو را دیدم و دل داده شدم در دادنی جان براحت آماده شدم در دادنی جان براحت آماده شدم در بندگی ایستاده بودم زی تو افتاده شدم براحت آزاده شدم. این جاده نوعی هم هست، چرا قشنگ این دیر کردی اینجا تابش نمیگه ها؟ مکتبه؟ مدرسه هست اینجا. بچه ها از مدرسه دارن میان، همونجور که میبینید این جاده جدیدیه که همین چند روز پیش افتتاح شد که شهر عینی رو وصل میکنه به پنجکنت. راهیه که آسفالت شده نوعی و رئیس جمهور امام علی رحمان این رو افتتاح کرد چند روز پیش و چه مراسمی هم داشتن برای افتتاحش، چه افتخاراتی داشتن. خیلی ما شانسا بودیم. ما سریعتر الان میتونیم برسیم به شهر رودکی، زادگاه رودکی. در روی مزار رودکی هستیم یا آرامگاهش. تمام تلفن ها زنگ زد. ما وارد شهری شدیم که رودکی آرامگاهش در کنارش هست. رودکی همچین جایی بوده و اینجا 1000 خورده سال بعده. ما فهمیدیم 100 کیلومتر اضافی اومدیم، حالا باید برمیگشتیم عقب. عوضش تا تونستیم پسته خوردیم. این جاده ای که ما داریم میریم وسطاش تقریبا آخرش هستیم. ایشون آقای تاج الدین هستن با بینی هخامنشی. ایشون خوابه، ایشون هم بیداره ولی حالش خوب نیست. زیاده همین پسته خوردیم. جای شما خالی. پیش به سوی رودکی. ما بالاخره جاده درست رو پیدا کردیم. البته حدس می‌زنیم که جاده درستی باشه. توی کوهکمر بود، حتی دیگه جاده آسفالت نبود. طبیعت دست نخورده بود و آرامگاه رودکی ناپیدا. ما گم شده بودیم. آرامگاه شا؟ مقبره رودکی آرام. ماست میشه؟ حالا رفتم میگه همین راه نمیره. اونجا مغازه هست. خب. برو دست راست بنه، دست چپ. دورا میشه؟ دست چپ. راما. نزدیک میشیم به ده یا قشلاقی که زادگاه رودکی اسمش 5 روده. این کشف ماست. 2-3 بار به این اسم برخورده. این سگه چی میگه این وسط؟ باشور بیچاره. بالاخره رسیدیم. اینجا ده 5 روده. این کوهستان رو میشه از تنگ غروب ما هم داره میاد بیرون. 5 رود زادگاه رودکی به این خاطر نام فامیلش رودکی گذاشته است. کلمه رود میاد که رودهای زیبای این خطه هستش و اینم آرامگاهشه که تأسیس کردم. میخوام بریم نگاه کنیم. روی چوب سوخته بلند شد در این روستا.
اجازه. کسی خونه نیست؟ کسی خونه هست و نیست. به عجب پژواکی داره، چه انعکاسی داره، چه برگشتی داره صدا. رودکی. اینا سنگ قبرشه. من بسیار خوششانسم که تونستم سر مزارش بیام. خیلی راه دوری اینجا، خیلی راه دوری. و این زیر خاک و این آرامگاهی هم که برای ساختن بسیار جالبه. اونجا می‌بینیم که کتاب و قلمش نماد اون هست و این گنبد مثل یک پیاله بالای قبر رودکیه و روحش انگار تو این پیاله هنوز داره میچرخه و میگرده و موج میزنه تو صدای ما انگار. باشه ما یک لحظه یادی کنیم از در گذشته فرهنگ بزرگ ما، ایران زمین باستان، رودکی. حالا سری بزنیم به آثارخانه که آثاری از رودکی در اونجا هستش. رودکی رو از نزدیکتر بریم، از این فاصله دور زمانی. حال شما خوبه؟ آها اینا چیه؟ ناک؟ اه؟ گلابیه دیگه در اصل، نه؟ گلابی وحشی اینجاست. وایسا من گازه. وینات آبدار ترد و خیلی شیرین و یکم کم مزه ولی اشکال نداره. اینجا نشه آثارخانه، موزه. درود، حال شما خوب هستین؟ خواهش کنم بفرمایید. من بهزاد از لندن و از ایران خوشبختم. شما آقای جویب. من آقای جویب. من اسم شما بهار یادم خواهد. پس اینجا موزه آثارخانه استاد رودکی هست. رودکی هستش. اول من دوست دارم ببینم در چه جور دورانی زندگی می‌کنن، یعنی اشیا چیا بوده برای مصرف بین مردم در اون زمان، در این منطقه. البته بله بله. کفشا رو من دیدم مال چهارآقای زمستانی اینجا هستش. بله، یعنی اینش قلف است که این بهترین قلف حساب شد. این نامش کلیدونه بود. امروز که قلف انگلیس ها مشهور است، بله. در زمان پیش از همین قلف مشهور بود. ولی چوبیه دیگه. او چوبی، بله این کلید شده. با اجازه سازمان فرهنگ. این کلیدش. خب بدونش هیچ کس نمیتونه قفل رو باز کنه. این قلف در زمانهای ما گودک بودیم بود در همین جا. هنوز بوده. آخر اون وقت در خانه ها هیچی نبود. چه آمدیزدی؟ این چیه؟ خیلی جالبه برای من. معجزه است. چون که پیاله در اون وقت کمیاب بود. بسیار. وقت از آنی که پیاله احتیاط میکردن در اینجا میگذاشتن، بعد این رو میپوشوندن، بعد به صحرا میرفتن. یعنی درش رو میبستن. میپوشوندن. بعد این میپوشوندن. شما میتونی بردارین با اجازه فرهنگ و هنر. فرهنگ اجازه من این تو میپوشوندن، این تو با میموندن. بعد اینجا یک دو تور میکشیدن از این. تار میکشیدن. بله یک تنبور در همون مینواختن در صحرا. جدی میگین؟ هم پیاله هم تنبور. چه جالب. این هم غلاف پیاله است و هم تنبور میشه. بله. بسیار ایده جالبیه. در زمان شما این استفاده میشه یا نه دیگه؟ بله، با اجازه فرهنگ. با اجازه فرهنگ استفاده میشه. سازمان وزارت فرهنگ. خیلی جالبه. و یکی هم این جمله جالب بود و بغلیش رودکی چنگ برگرفت و نواخت، باده انداز کو سرود انداخت. پس یعنی میدونیم که چنگ میزده. بله بله بله. غیر از
بختیاری چی آموخته بود او بختیاری که از استادان قدیمه استادان قدیمی استاد رودکی است که وی همون چنگ نواختن چنگ و دیگر چیزها رو آموخته بود. یک شعر بسیار زیبایی هم طنزشه، میگه رویت دریای حسن و لعلت مرجان. بله. حتما این لعل چیه نمیدونم ولی خب چیه لعل چیه در انسان. زلفت عنبر، صدف دهن، دور دندان، ابرو کشتی و چین پیشانی موج، گرداب بلا قبقب و چشم طوفان. این در وصف کی بوده؟ این ببینید لعل این قیمت بهاترین سنگ‌ها رو در اینجا جواهرات اینجا ببینید با چی مانند میکنند؟ به مرجان که اصلا زیر آبه که بله صورتی رنگه. این عاشق یک دختری هم شده بود. البته خب همیشه مردم همیشه عاشق میشن، لیکن افسوس که در کلانسالی با ازدواج میکنن. رودکی هست از سن بالا. بله تقریبا از 30-40 همین بالا حساب میشه. برای همین میگوید که به همون باستش مراجعت کرد، میگه تو میدونستی که من در دوره جوانیم چقدر بودم، موی سری سیاه و چقدر اندام داشتم، من اکنون امروز اینطور شدم. و عاشق دختر ترسا هم شده بوده مسیحی، درسته؟ من این چیزی که این گفتم این تاریخی است. یک گروه تاجران روس از شهر نیژ نوگورود به خوارزم بار می آوردند. همین ها در راه به دست راهزن ها می افتند. راهزن ها تمام مال و ملک مصادره می کنند و خود اونها را در بخارا، بازار بخارا برده می فروشند. همچون غلام. بعد استاد رودکی بازار را میرد و میبیند که یک دختری بسیار نازنین با یک پدرش شده است. بعد مجبور شد برای همین دختر شده پدرش هم را دختر میخرد و با همین دختر عشق ورزی میکند. برای همین چنین ربایی اشارهش هم هست. ربایی که من در اینجا نب به شما قرائت کردم. میخونیمش. روی میزشون هست میخونیم. برای یکی از داستانایی که در مورد رودکی هست که من میتونم بیارم. من یک بیاد برم اینجا. از کعبه کلیسانشینم کردی، آخر در کفر بیقرینم کردی، بعد از 2000 سجده به درگاه دوست، عشق چی بیگانه دینم کردی. در این موزه متوجه شدم که دانشمندان روس چهره واقعی رودکی رو بازسازی کردن، ولی چطور؟ اینجا هیئت اکسپدیسیه که سال 1956 تأسیس یافته شده بود. از روسیه شوروی اومده. بله در اون وقت ساخت شوروی ما بودیم. گراسیموف میخایلویچ این چهره شناس بود. در دنیا یگانه چهره شناسی بود که از روی کاسخانه شهر شکل انسان را بیافت. و ایشون اومد استخوان‌های رودکی رو پیدا کردن بردن روسیه، درسته؟ بله سال 1956 بعد این استخوان‌ها رو به مسکو میبرد. در دوام 2 سال با این استخوان‌ها کار میکند و چهره استاد را در اینجا می‌آفرد. بله به تدریج عضلات رو بهش میسازن دور این استخوان بندی. به تدریج میبینن که حتی خود نیمرخ شبیه لئوناردو داوینچی هم داره میشه اینجا در این چیزی که می‌بینید. این رسمی اساسی استاد رودکی علما اثبات شدگی. این یعنی چهره واقعی چهره همین است. حالا یک سوالی من دارم. از استخوان‌ها تشخیص دادن که آیا واقعا رودکی نابینا بوده یا نابینا کردنش؟ در اینجا در اساس تحقیقاتی که گراسیم می‌گذراند او را پس کور کردن. در اینجا 3 قبقه استاد رودکی از طرف چپ 11 10 9 با یک ضربه زده شده است و شکسته شده است. دنده هاش و صدمه دیده، یعنی زدنش بدجور. داستان بلایی که سر رودکی اومده از اینجا ریشه میگیره که پسر پادشاه سامانی بر ضد پدرش قیام میکنه و بعد از اینکه پیروز میشه دستور میده تمام طرفداران پدرش رو مجازات کنن که یکی از اونها شاعر دربار میشه گفت رودکی بوده که میارن و برای مجازاتش این بلایی رو سرش میارن که ایشون میگه دنده هاش میشکنن و چشمش رو چطوری کور میکنن؟ با چشم اونش میلک شده میشه. میل بله این یک سیم است که در گلخند سرخ میکنن و به گوهری چشم داغ میکنن. و این 300 سال پیش از حمله مغول ها بوده. برای خیلی وقتا رودکی رو خوره اینجوری نقشاش رو میکشن این شکلی نبوده، شکلیه که
این آریان نژاد است رودکی که ما میتونیم ما میبینیم که تماما رودکی این نقشش این آریان نژاد است. بله خیلی شبیه شما ساعت شما بدونیش. انا چهره های ما از استاد رودکی آمده است. بله اون شعر رو من خیلی دوست دارم جو فارسی حتی مقابلشون به سریلیک نوشته شده زبان. بله میگه تنت یکو جانت یکو چندین دانش مثل شعر نو میمونه. ای عجبا مردمی تو یا دریایی. خیلی شبیه شعر نوه خیلی ساده است. بله ولی چرا انقدر تعداد شعرهای ایشون کمه؟ در اینجا ما پارچه گفتگی اینجا میدونید در همین نتیجه تاخت تاز چنگیز مغول تمام کتابخانه های بخارا و سمرقند و دیگر جایها آتش گرفته نیست. یعنی تو اونا سوخت نیست. ها بله اون چیزی که امروز به دست ما عمده رسیده است از بعضی لغت ها گرفته شده است. حدس میزنن که ما رو بله اینو بدیم من. ما اولین بار در BBC چهره راستین مال شما ابو عبدالله رودکی رو میتونیم ببینید چون مجسمه‌اش رو ساختن بر اساس استخوان‌بندی صورتش و عضله‌ای که روش نصب کردن. این شما و این رودکی واقعا